ببینید ما اینجا یه صفحه داریم 3 تا 2 تا 5 تا 6 7 8 9 10 4 5 6 7 و 3 10 3 تا یکی 4 تا 2 تا 6 تا 4 تا 10 تا 4 تا 2 تا 6 تا با یکی 7 تا و 3 تا 10 تا از هر طرف میشماریم باید 10 تا باشه. این وسط هم 10 تا دونه گردو داریم. میخوام بریم این 10 تا گردو الان میخواد اختلاس بشه. اینا کجا میره؟ اینا بهش میگن اختلاس. حالا میگیم اول یه دونش از این وسطه بند نمیذاریم کنار، میشماریم میبینیم اینطوری 11 تا شد. خب میفهمن که این 11. یکی از اینا میذاریم اینجا، میشه 3 تا 2 تا 5 تا 7 تا 10 تا 3 تا 2 تا 5 تاش 7 تا با 3 تا 10 تا. بعد میگیم یکی دیگه از اینجا میذاریم اینجا، میشه 3 تا 2 تا 5 تا 2 تا 7 تا اینجا 4 تا داریم. یک شاید اینو میذاریم اینجا از 10 تا. یکی برداشتیم کسی متوجه نشد. حالا میبینیم بعد جفت برمی‌داریم. 2 تا میذاریم اینجا، 3 تا 4 تا 7 تا 8 تا 9 10 2 تا زیاده. این 2 تا از اینجا میذاریم این بغلیه که کسی نفهمه. از این ورم میشماریم میشه 1 4 تا 5 تا 2 تا 7 تا با 3 تا 10 تا. بازم کسی متوجه نشد. این 2 تا دیگه برمی‌داریم. این 2 تا رو میذاریم اینجا، میشماریم میگیم 3 تا 4 تا 7 تا با 2 تا 9 تا اینجا میشه 12 تا. پس 2 تا اضافه این 2 تا رو از اینجا فقط یک کمی جابجاش میذاریم اینجا. باز دوباره میشماریم از اینجا 1 و 4 5 و 2 7 و 3 10 تا. خب بازم کسی نفهمید. بازم میبینیم این وسط 4 تا دیگه داریم. این 4 تا رو چه کنیم که حیف و میل نشه؟ اینو باز 2 تاشو میذاریم اینجا، میشماریم. چه کنیم که حیف و میل نشه؟ اینو باز 2 تاشو میذاریم اینجا، میشماریم. 1 و 4 تا 5 تا و 4 تا 9 تا با 3 تا 12 تا. خب این 2 تا زیاد میاریم. این 2 تا رو چه کنیم؟ این 2 تا رو میذاریم اینجا که کسی متوجه نشه. باز میشه 1 و 4 تا 5 تا و 4 تا 9 تا با یکی 10 تا. ما باز 2 تا دیگه داریم. خدا برسونیم این مشتری برای این 2 تا. این 2 تا میاریم یواشکی میذاریم اینجا، میبینیم خب زیاده. این 2 تا از اینجا میذاریم اینجا. حالا از هر طرف میشماریم 10 تا. یکی با 4 تا 5 تا و 4 تا 9 تا با یکی 10 تا. 1 و 4 تا 5 تا با 4 تا 9 تا با یکی 10 تا. 1 و 4 تا 5 تا 9 تا 10 تا 1 و 4 5 و 5 10. این 10 تا وسطی بود.